آمدی چادر تلی سر و گردن با شوق نمیایی سر و گردن ما ای بین جور باشه بچه خاله ما بچه خاله یاری بخیری به به چشمام روشن زنده بشی کجا بیدی کجی؟ کجا بیدی تو؟ من میتماستم برون گفتم سی کنم اگر او روز او بنداختیم به بالای شفت سبستا گفتم اگه زمین خوش شده باشه درویده بشه برم به سرا خر بیارم قرار کردگی انا برم من سبس بدارم ببرم به گواه خوب خب ایلا جو برار من بچه خاله خوب گردم امشه بیا میمون نشو عرستکی گردانم بان امشه می چیش برایم بیا میمون نشو های که جی یعنی من مسخره میکنی های من یعنی تو مسخره میکنم مادر تو لکه گفتم برو کلکه بگو بیا یا حالا مادر من بگفتم یا نگفتم من بیتا 100% میگم تو امشه بیا میمون کنم ها که امشه خودی تو قراری کرده به جای پلان دارین که بریم کجا میری؟ داریم دیگه با تو بیا با من میگم به میمونی به جا دیگه میری؟ تو امشه میمون مانی به سرامو بفهمیدی قراری کرده نونه که خوردیم خودی تو بدر میشیم میریم به جای به باقا به الودوزی شو الودوزی بشه به الودوزی میشه همه سگای نیاله تا حالا کمان میخوره ایلک جو خودی تو قراری کرده ما این بریم به میتالارا به چی کار؟ میریم خودی تو قراری کرده به رمزونی خونده بفهمیدی قراری کرده خودی تو رمزونی میخونی مردم به خود خوب پول جمع میکنی خب کلا خرابالی رمزونی مای خبرک رمزونی چند روز من روزه داشتم خلاص شد خلاص شد من هر روز روزه گرفتم خب بگرفتی کی دا گرفتی که تو گرفتی قرار کرده خودی تو میری تا تالارا رمزونی میخونی رمزونی ما تو دیونه رمزونی خلاص شدم من میگم بچه خالی سرقی خوب بگردم میفهم که رمزون خلاص شد برابرات کار خوب یعنی ما تو بریم به خود کسیبی کنیم پول پیدا کنیم به تا تالار؟ دیگه خب به تا تالار مرتگه نمیگه تو بیدین اسناد بیامدی نه میگه کجا بود بگه او 1000 نفر خبری بگیم اگه می شمار بیری که میگه ما با چی بیوزنه چه بیوزنه نمیشه نه امشب برو کجا میرفتی ته خب میاستم بیام پیش تو که برای تو بگم سراما میامدی دیگه خوب شد تو بدی تو خب من برو خاله خورم دیدنو بکن من یک چرخه برم سکنم اگه زمین ما خوش شده بیده خوش شده بیده اگه نشد سبا میرم برد علف خب من حالی میرم پیش خاله باید چیکار برو با خاله با مادر ما بگو خب بفهمیدی با مادر ما بگو گیلک میمون مانا خواست خب بگو خواست گیلک میمون مانه خب کجی اوش کنی که سگ ما به خیالم دیونه شده تو نگیره بدو ما برون سعی کنیم زمین خوش شده بابا ما هم تکسره گیر داده برو از سبس بیا بابا علف کمه انی علف او خوش شده پری رو او دادیم گونه نرگیز خریداره تو آمد دیگه نمیام با محله برو با یار بگو چشما تو ترید دیگه نمیام با محله همه یاری بیعقل تو بیاما دیگه نمیام با محله سنگ تراشا و زردک شل ماشا دو زلفا نفشان دیگه نمیام با محله وای دیگه نمیام با محله از تو کسی نیه بپرسه چرا بسته دی ها
سکینه کیست که من بستی سکینه عرق چینی سرم دخت سکینه ها انا بابا کدولت میری الله دختر نشو به کوچه بالا دل دارم دل دیوانه دارم ها بابا بمردی تو گشنگی هم 5 دقیقه تحمل کن که تا برسی به سر علفا همه جا به تو شفتل میندد اون خلاک تا به خفتن بخور سلام علیکم. و علیکم سلام. میگم بله. سلام مامان نوروز امینه. سلام مامان نوروز بلیا. تو بنام گیلک براری داری؟ گیلک برار منه. میگم چرا؟ شما مقدار انسانیت، مقدار ابرو، مقدار شرف یک آدم فکر میکنیم یا نه؟ یا هیچی شما از امدار دنیا نمیفهمیم؟ مامان تو چی میگی؟ من همین چیزی که تو میشنوی میگم. شما کی هستین؟ شما از زندگی خو خبر داریم کسب و کار شما چیه؟ شما طایفه گداییم یا نه؟ کمال ده بفهم. آخه شما بگی شما کی هستین؟ تو برو تو بچه نادونی تو برو پیار خور صدا کنه که بیای برو. شما آل خود معرفی کنی. من یک آدمی هستم بفهمیدی که خاطر برار تو دیشب ابرو و شرف ما پاک بره. چرا؟ خود تو برو من به پیار تو میگم تو برو. سرگی خود. نه سرگی من نیم سرگی به فک و فامیل شمانه. گپ مفت نازی سر. گپ مفت نازی برو. پیار خود صدا برو کاکا جو پیار خود صدا کن برو با تو زبون درازی داری برو. یک دیگه بدتره. بابا چیکاره؟ بخزی بابا یک دقیقه بخزی. بابا بیا یک دقیقه درس واسه کن یک نفر بیاد مچ میشته پای میزنه. سرخی شده. کینه؟ مچ نه فشو یک دقیقه بیای. دستروی؟ بیا. کی هست خوب؟ چی گپه؟ شما بیاین سر کن که پای گوش کنین. بیا. هانه بابا. سلام علیکم. و علیکم سلام. بخیر سلامتی. میگم کاکا. بله کاکا جان. شما مقدار فکر میکنیم که یک مسلمان ابرو و شرف داره. چرا؟ میفهمیم. چرا نمیفهمیم کاکا؟ میفهمیم چرا نمیفهمیم؟ اگر میفهمیم شما ایشتش به چی خورشو رای میکنین که تو برو به تا تالارا گدایی کو. کی ما گفتم بریو؟ ایشته کی گفتیم من دیشب مجلس برار میبودک 5-6 لک پر به مجلس برار خو مصرف کردم برار بچه شما بیامده خودی 2 تا 100 تا دیگه به تا تالار رمزونی میخونه 15 روز 15 روز رمزون تیر شده او کو خیر بیخی همان ما روزه کسر شما تا حالی بدیدین که به تا تالار بیای رمزونی بخونه چی مرتکب بره گدایی کنه چی بیای به تام محفل کسی رمزونی از خود جای داره در سرا مردم نه که به تا تالار ولی گیلک بچه می تا تالار بده دیشه من خود نمیفهمیدم که بچه شما ما یک 2 قریه بالاتر میت سراغ کردم من از صبح تا حالی بیامدم تا سرا شما پیدا کردم ما 5 لک دیپه ما و عروسی برار خود مصرف کردیم پاک می 5 لک دیپه هم بره ابرو من بره 1000 ریپه پول بزو میدم بیرون نمیشه تالار میگم برو باش پس خونه که به تو نون بیاریم بیرون نمیشه هم یک سره گیر داده به رمزونی خود دست نداشتین که بیرون کنی تالار خب اصلا نمیفهمین که بشیشت بم روی استیج بشیش که من بیرون نمیشم
2000 روپیه پول بسی دادم بیرون نمیشه تالار پاک ابرو شرف نبره اصلا من نمیفهم شما طایفه گداییم یا من اعصاب سر خورد است بابا جان ما گدا نیم پیار خوبه که 100 نفر دور پیش ما نون نخوره من بچه شما دیشب بدیدم که 100 نفر دور پیش شما دیشب بچه ما گفت که من میرم خونه خاله خو میرم خونه خاله خو رفتی بیده برای خوبه گذارم اما خونه خاله خو این نقص داره این شو برم حالا بم خونه خاله خو که میرم همین فکر نمیکنه که همین بچه بم خونه خاله خو بره یعنی یک بچه گک دگه یک گوجبی بودک یک گوجبی چلچلگاکی بودک او عذیبت تا 200 تا دگه یکی 2 تا دگه آدم کلونتر میدم لالا ما معذرت میخوایم کاکا جیگر معذرت 5 لک روپیه مصرف کردم به ابرو بره به معذرت شما پر نمیشه ما این 5 لک روپیش رو پس بدیم عقل کمال به برار خویادیم به من 5 لک پول چه کنه ندارم به خیر خوشی ما چه کار کنم دست رنج شدم وای دیوانه شدم کاکا جیگر بعدم من معذرت میخوام ماما جو معذرت خیلی نمیشه تربیه یک کلمه تربیه خیلی مهمه خیار میکنم از این کلونتر دیگه چی مایه بشه بایر میشکنم دیگه چی میگی بابا حالا گپ من فکر خوب بیان دهن که شما گفتن نقض این کارا میشه همه صاحب چی آدم اثرا بیلی میشه آدم متوجه بشه که می بچه ما به کجا میره اگه دیگه شو اثرا بدل شو اگه من پایر نشکستم بفهمم چی نه ببخشید بله معذرت لالا حالا کم به گل روی شما به ریش سفید شما می چی نمیگم باور کنیم مر مادر به اینا گفتم برو بیخی می در سرای اینا بکه معذرت برو رو خوب همه صاحب فکر کنیم ما 4 کلمه تربیه خوبه بیا چای بخوریم یاد باشه می چایا و نونا شما و خود شما وای 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 کشته فیلمو بازی میکنه این دیشب ما گفت تکمه میره خونه خاله خوب بله یا برف بکه شما 1000 دفعه گفت زبان مو کشید مو بدکه گفتم بابا همین گیلک شو نقض داره به جای برن نقض داره شما که برای نکردیم بخشتن بابا گفت من میرم خونه خوب خاله خوب کجیر میرم خونه خاله خوب میرم شکایت ها مردم انجا بر بدین اناله و مشته کنم من چی خاک بسیار ساخت کنه دست ازی تو به کی دیگه بگم من کو رنج کرد دیگه هم یک سر حد چون نسیت مثال به گپ وانه میشه ابری اصلا پاک بابرد پیمرده که دیگه هم میه دیگه مردم بازوب کرده چطور کنم دیگه با خود ازی ولی خودی چی شو؟ نمیفهمم نسکی باشه بیارم بابا اگه بیدم برو صدا کو شاید کلیه بیرو باشه رستی بابا گیلک بره برد علف برد علف را؟ با شما میرم طباخچه پیشی میرم اینو میفهمی عباس کل مفسدم کجیره هم کلتوکه کل مفسدمونه این کارا هم او یاد داده برای برای گفت که بیا شو به خونه ما خونه ما میریم خودش رو بره مزنی میره بابا 10-15 روز میشه رمزینی تیر شده کو این خجالت نمیکشه خب چیکار کنم حال بکردیم برای کتاب بخشه اختیار میکنم میدانی زلفان تو مانند چیست دام دام میدانی چشمان تو مانند چیست جام جام میدانی زلفان تو مانند چیست دام دام هج میدانی لبان داغ تو مانند چیست هج میدانی لبان داغ تو مانند چیست یاسمن نسترم لاله دشت و دمن یاسمن نسترم لاله دشت و دمن میدانی زلفان تو مانند چیست دام دام جور باشد جور باشد جور باشد ایپور خان کجایی رقه جان جوره بتابی ها. بیا بیش زیر پاتم بنداز ها رخی یک دفعه نمای من خاکم خوب آه چی گپایه اما ما از خاکین خب با زیر پاتم ملایم باشه خوبی زنده بشی چی گپایه بخیری چی خوندن میگه دیا جورم مرگی شکر فضل خدا خوب هستی دم غنی بعد خار چریه لدی به تالفا که دو خره از ما نخور
خویی دم میکنه تی یک سر کی دم بخوره. میکنه؟ خب. ای جان ماشاءالله این دم خویی با خوردن خود نمیفهمه ایوان کی من؟ به یک ایوان خر تو اوه. ماشاءالله. خدایا یک پول داری بابا با دیگه عقل کمال همیزی آمین روزی که عقل کمال بخش میکردن تو به صاحب ده خود داری به کجا بدی؟ یاد منیه بچم گوسپندار برده بودم به چرانده فکر منیه دیگه میشا خیلمون که؟ خب میگم چیکار میکنی؟ این خر یا این علف میخوره تو میگی به خوردن خونه دم میکنه خیره باشه دنگ همینجا بفتاده باز کی بفته؟ همون ایوان او خر یا مفته تو من بیا اول اندازه بروی بخوری نمیفتی ها؟ تو ریاله به خوردن خود نفهمی نمیفتی آخره تو اگه هوشیاری بشی من سبس میخورم خود سبس نه هم خورکی چیزی که قراره بخوری آه. خیره یلا کرد گپه یک 4 بیتی بخون با ما میخونی چند بیتی؟ 4 بیتی ما که هر روز که های ای برادر بگیری مرسلت کنیم ای به داغی ما بیایی تو نبشی 4 بیتی هر لگی لگ نکن تو بر بعد چهار بیتی هلی 4 بیتی نه نه این مسخرگی نکن یک خوب 4 بیتی میخوندی هر روز دیگه اینجا نشیشتم عجب برجال بلنده داره زندان بخورم آه. های عجب برجال بلندی داره زندان ای به دوری خوک پیردار داره زندان ای جانم اما پیار ما عباس نیه پیار تو نه پیار منه بخون دیگه تا میای یک 4 بیتی پیار من چه رختم مر برخو کرده مچم مدام تو رختا پیار خو برخو نمیکنی امرو با برخو کرده رختا و خرفق برو کجا برو میزنه طول من ببینه نه میگه تو بشی اونجا خودم گاب نزدیک فهمیدی خودم گاب نزدیک پیار من میگه تو به گاب میگیرن شفتال من کم درو کردم این خورجین میگن پرشه درست خوب 4 بیتی خوندی برو برات گاب نگه برو فارغ که باشید با بیا میخونم حالا میشینی بشی منتها اختلاط نکن خوبه پیار من کامدم میگه آفرین خیلی داری میکنی تعریفات رو بکنم ماما منتها خر اینجا ببینه تو پیار تو بابا دو یالا بدانی از گاب ما نزده دیگه او میبینه الان بیا برسید دیگه چوب خیره سلام علیکم و علیکم سلام اشتنه گیلک اشتنی. خوبه بخیر خیریات خوب هستی گلک جو ها چیکار میکنی؟ حالا تره ما با خاکش پر نشده این نوالا نصف نیم کله که تو تلفن نشده و خر برف نمیکه هزار رای میامدن خر علاف تو پل قلبایه تو 12 سال این خر سوژی تول بلد نشدی چمیو و چامر بلدم پل قلبه شده از این بر نماد موچکا نگو یک یعنی خر سواله ما و تا همین زمین بسته میکنه این متر غلاف خاله دیشه به کجا بدی؟ خونه خاله خونه خاله بدی چرا دروغ میگی؟ بله. چرا دروغ میگی؟ چه دروغ بگم چرا دروغ میگی به من؟ چه دروغ بگم راست خوب بگو کجا بدی؟ یاره نه من بند باشه بابا اگه دروغ بگم لیگا من دروغ نمیگه کجا بدی خونه کجی خونه کجیری خونه کجیر نبیدی بدی؟ آه. خونه کجیر بدی؟ آه ای که منطقه بیان در سرار ماست در سرار با کنبر داره ببره چرا البته قرض داری باز مرتکه دیشه برفتی تا تالار از تو قصد دارم مردکه رمزانی میخونید در 12 روز هم اما روزا تر شده تو میری به تا تالار رمزانی میخونی منطقه 2000 ما تو میری رد دیگه نمیدی من رمزی میکنم به سر شما با دارم بابا خب. که سر شما بابا مال به دو سوری علف نمیدم تو باش گیل لکمی تو نفس میگیری میگن گیلک دیشه همه دقیقه نمیکشید یا ما روزا من یاد دارم برم بزنی. سرا ما هم روز بیا تو بده خجالت یک بار. نمیکشی من گردنم بند باشه بابا آگاه نیم شیرار چی بگم شاید بگم غلط و غلوطه تو خجالت نکشیدی بابا گردنم بند باشه اگه لنگم چوب باش دیگه علف بکنی بابا چوب باش علف. دیگه چوب باش بیاین بابا چند تا کنه باف کنه بگیره این بگیره مادر جو خدا رسی بابا جو بگیر دست بیار بر دست بیار بر بگیر بابا وای خیبت جگیلا کجا میری؟ ماما کجا گناه تو داره سر قبلیه سند پاک مرتگه بابرد یلا کن نمیفهمه گنده خدا غم تو یلا کن بابا بشینی این بابا با تا تالار میره رمزانی میخونه درد میشه روزه تیر شده بابا بسته تو با شرم حیا نداری شو نمیاری سرا نخمدی واسه رو
بجس بابا چکا کرده؟ بابا مرتکب یا درس آرام آسمالی بکنه یک گپای نمیزه که سرم شاخ بدر کرده. این دیشب ما گو که ما میرو خونه خاله خو میرو. یک ما گناه خود چمونه از این خورتکی اگه اون میفهموندیم این روز درس را ما هم یک چرخی بیامده بود تمام که رمزونی میخوند. خاله ما روزه باشه میگی بلا بره این خود ما روزه خونه از این گله نیه دیگه حاله. یعنی در روز میشه روزه تیر شده. مرتکب محفل بچه نه تو میری و تا محفل بچه و تا تالار میری رمزینی میخونی. گناه خود چمونه ما اگه خورتکی اون میفهموندیم حالی او کنی یعنی ما شما نمیبینی. خورتکی اگه اون میفهموندیم ها چری بچه شما نمیرن. این من میفهمم کل مفسدم که جیرکه. بچه خاله بابا او. من بچه دست خالیو. از اینا بره دیشب برای گفتی که بیا که امشب میمون باشه. خودی تو با میری رمزینی به تا تالار. شو نگذاریم از سرا بیروشه. وای 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 وای. از صبح بیاد سگ تو سگ چند علف هم درو کرده که ما مگر یک سال ببیشیم اینجا علف درو کنم. بعد که 50 خمی میبری بعد که من درو کنم نمیتونی. بعد بله ماما کارم امری ماما من میرم بالا میرم ایت یک خبرگیری از گیلا خبر خجالت نمیکشه.